خیلی خوب، پس حقیقت دعا گفته بشه همه آرام میشن، همه هم به همه چی میرسن، هیچ کس هم نه به خدا صفر میده نه به اولیای خدا. چی حقیقت دعا؟ بله، حقیقت دعا به گونه‌ای که در اخبار آمده، عرض میکنم از خودمون که ما چیزی نداریم بگیم، که در اخبار احادیث آمده، میفرماید یا اون حاجتی که میخواهد به او داده میشود. یه شقشه. بالاخره خیلی وقتا خیلی کسان بودن که از خدا چیزی خواستن، خدا هم بهشون داده. شق دوم این است که میگه شاید تو مصلحتت نیستیم به تو داده شود. یک شاید، چند تا شاید داره ها. شاید بعدی، شاید مصلحت در تأخیر باشد، بعداً محمد بداره و تو الان داری خیلی بله بالا پای میپری. خب این دوتا شاید. شاید سوم، شاید یک گناهی کردی در مقابل این گناه تو داده نمیشود. این شاید سوم در دعای کمیل هست، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. این گناهانی هست که دعا را حبس میکنه. خیلی خوب، اما ببین این آقا که آقای حقیقی خداست، سید السادات، چقدر این خدا بزرگ است، چقدر کریم است که من اومدم الان دارم یه چیزی که دعام بالا نره ها، بازم این دستای منو خالی بر نمیگردونه. همین تویی که کاری کردی یا فعلا صلاحت نیست، یا ممکنه مثلا به تو ندیم، اصلا میفرمد فکر نکنی زحمتت هدر رفته بری بگی نشد شیطان خوشحال بشه. میگه اگر اینی که میخوایی به تو داده نشود، چند چیز احتمالا به تو داده میشه. یک، بلا از خودت و زن و بچت برطرف میشه. میگه شما اینو کم حساب میکنید؟ آقا اینی چی میخواستی نشد، اما انقدر بلا برطرف شد که خودت نمیدونی. خدا امواتونو بیامرزه. مرحوم پدر من که اولیای خدا بود رضوان الله علیه، میگفت مردم بعضی چیزا رو میگن این یک، شما میدونید دیگه، میگه این یک. ایشون میفرمودن بعضی چیزا رو باید بگی این هزار، که یک بگه ظلم میشه. واقعا هم حرف خیلی لطیفیه. آقا بلا پس اینطور شد، حاجت برآورده نشد، بلا از خودت و زن و بچت دور میشه. این هزار چی میخواستی دیگه؟ بازم نمره منفی میخوای بدی؟ دوم میفرمایند گناهت بخشیده میشود. سوم، درجاتت در برزخ بالا میرود، در برزخ، در آخرت. برزخ تاریکه دیگه. شما دعای اول صحیفه سجادیه رو بخونید، حضرت میفرماد برزخ تاریکه. اونجا رو چی روشن میکنه؟ حضرت سجاد اون دعای اول رو نگاه کنید، میگه خدایا من تو را حمدی میکنم که ظلمات برزخ را روشن کند. یه دونه الحمدلله گفتن ظلمت را میبره، یه لا اله الا الله گفتن، یه دونه دعا که بله